اعضای زندانی گروهی پوسیریات نادژدا تالاکونیکова بعد از گرسنه‌نشینی مریض شده و حالا در بیمارستان سیل شهر کراسنویارسک بستری است. شوهر او پیوتر ویرزیلوف گفت تالاکونیکова در تماس تلفنی خبر داده است که حالش در مجموع خوب است. پیوندانی نادژدا طی چند هفته بعد از محبس مردوویا به محبس کراسنویارسک انتقال یافتن او درباره‌اش اطلاعی نداشتند. بر پایه یک خبر دیگر از روسیه، قانون نو که سیگارکشی در جایهای جمعیتی را منع و برای این جریمه هنگفت مقرر کرده است به حکم اجرا درآمد. از این بعد در جای کار، مکتب کودکستان، انشاءات ورزشی، وокزال و فرودگاه‌ها و دیگر جایهای در قانون مقرر شده سیگارکشی منع است و از مجرمان برای این تا 1000 روبل معادل $30 جریمه ستانده می شود. در یریوان پایتخت ارمنستان هزاران نفر علیه طرح قانون اعتراض کردند که بر پایه آن شروع از سال آینده افراد سنشان از 40 سال بالا باید به طور علاوگی 5% معاش خود را به خزینه نفقه سپارند. احزاب مخالف در پارلمان تلاش دارند که از قبول این طرح قانون جلوگیری کنند و تا کجا مطابق با قانون اساسی بودن آن را به بحث بکشند. اما در شهر کیف نمایشگاه در موضوع مریضی سپید در صنعت معاصر افتتاح شد. در نمایشگاه اثرهای دیمین هیرست، آی وی و دیگر رسامان معروف به معرض نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه با شرکت رئیس بنیاد آنتی سپید یلینا پینچوک، دختر رئیس جمهور پیشین اوکراین لیانید کوچما می‌گذارد. اوکراین میان کشورهایی است که تعداد بزرگی مریضان سپید آنجا به سر میبرند، اما توسط معرکه تبلیغات ضد سپید سالهای اخیر اپیدمی مریضی کاهش یافت.